دست افتادی. رهایی ما جوی. چرا جنگ جوی توی ماه روی؟ نیامد به دامن بسانی تو گر. زیچنگم رهایی نیابی مشور. بله اوه ماه روی ما پوشان تو روی. تو پیروز گشتی. مرا ای دلیر میانی دلیران با کردار شیر دو لشکر نظاره بر این جنگ ما بدین گرز و شمشیر آهنگ ما. کنون من کشاده چونین روی موی سپاه از تو گردد پر از گفتگوی که با دختر او به دشت نبرد بدین سان با ابر اندر آورد گرد. نباید که این سان درنگ آورد که این رزم برخش ننگ آورد. نهانی بسازیم بهتر بود. خیرت داشتن کار مهتر بود. بگویم که پیمان ببستیم ما. ولی جنگی ما رو همه دیدند. با کس من نگویم. تو هم لب ببند. بگویم این جنگ ما بازی بود. دلم خواست داند که موزیر خود چی نیرویست بر خنجر و اسپرم. سزاواری جنگ است یا پیکرم. توی شیر زن ابروانت کمان. بجویم آسودگی هر دومان. چسو هست از جنگ و جش امان. کنون لشکر و دیش به فرمانی توست. نباید بدین آشتی جنگ جوست. چو از سوی ما مردم آگاه شدن سپر برکش و پیش چشمان ببند. چرا خنده داری داری دیسکوشا؟ به حالت بخندم دلیر و گوا که سید خود از دست کردی رها و یا انتظاریست آیین تو را. کجا رفت پیمان آیا خوب چهر به تاج و به تخت و به ماه و به مهر که این باره بر حال پست آورم تو را ای ستمگر به دست آورم چو بیچاره گردی و بیجان شوی ز گفتاری هرزه پشیمان شوی. نصیبت نکرده مرا کردگار تو جانی جوانی خود امین بیدار. زکی جانی خود را بیدارم پناه به امدادی ما رستم آید پگاه. چی بالا و برز و چی دست و چی تیخ ولیکن مرا از تو آید دریخ. تو را بهتر آید که فرمان کنی روخی نامور سوی تو رام کنی. چونی؟ چونی تو؟ حالت چطور؟ مگر رسم را باخت سهراب گرد؟ چی میتابد از دور؟ یک دهکده که دور است از شهر دام و دده. من امروز دستی بدی واکنم بر این ده سراپای آتش زنم. بسوزان ده را. چونین از جنگ رسمی نوشیر به جنگان شاهان بمیرد فقیر.
بر آخر از بحر من گشت سر. نپاییم ما صوفی روزی دیگر، رهی دیگری زیر این دیج بود. اشتابیم که احوال ما بد شود. کشاده است آن راه. میده نامه را بهر قوس شاه. میگویش که سهراب زور آور است که تنها با آورد رستم ورا نباشد مدار. بگو شاه کاووس لشکر کشد که همراهش البته رستم بود.